4 گروه از مردم وجود داره در نماز خواندن و نخواندن و گاهی خواندن و گاهی اوقات نخواندن. 4 گروه مردم هست. اول، اینا نماز میخوانن ولی نماز سبک میشمارن. این یک گروه هست. سعی کنن گپ من میگم. اول در مورد کسایی میگم که چی پیامد را مرتکب میشه یا چی پیامد در زندگیش میه، نماز میخوانه ولی نماز سبک میشماره. پیشتر من سوره خواندم، سوره الماعون در ابتدا. فویل للمصلین، میگه هلاکت باشه برای نمازگزارا. بی نمازا رو سر جایش میگذاره. این بیخی سر جایش باشه، پشتی از این حال نمیگردیم، سر خود نمازگزارا. این گپ خیلی مهم است. یعنی نمازگزارم عذاب میشه. کدام نمازگزار؟ الذین هم عن صلاتهم ساهون. اون نمازگزاره که نماز میخوانه ولی در برابر نمازش این نمازش سبک میشماره و غافل است. مثلا خیر سریال که خلاص شد بخیر باز نماز میخوانه. 90 دقیقه فوتبال است، این 5 دقیقه گک مونده، نه خیر است. امیر میجه متوقف کن، بعد از اینکه نمازت خلاص شد یک 4 دقیقه اضافی بگی، 94ش بگی، 95ش بگی. اگر زن باشه امیلی باز شوی خلاص شد انشالله باز گپ میزنم دیگه، من پخته شد باز انشالله میخوانمش. اینمی ویل میفهمین چی جای است؟ در جهنم یک کندی است که دیگه کنده های جهنم از این میترسه. این ویل میگه. برای اینمی تو انسان هایی که نماز میخوانن نمازشون سبک میشماره غافل است. کلمه ساهون را ادبای عرب به این ترجمه میکنن. کلمه ساهون را اشتباهی که بر اثر غفلت صورت میگیره. گپ گرفتن؟ اشتباهی که بر اثر غفلت صورت میگیره اینو میگن ساهون. این خود نماز میخوانه. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. ویل باشه برای کسایی که اونا ساهون هستن، یعنی نماز را به تأخیر میاندازن، یا در یک تفسیری مانند منافقین هستن، در پیشروی مردم میخوانن، در بعضی مواقع باز نمیخوانن. این یک گروه از مردم هست.